حمید موسلی و بعد لله الحمد امنیتی که امروز در سرتاسر افغانستان تامین است تقریبا در تاریخ افغانستان نظیر نداشته. این چیزی است که در عمل دیده شده، هم هموطنان عزیز میبینه هم جهت های بیرونی، چون ما همیشه در متن سخنرانی خود همیشه رهبری امارت این نکته را همیشه قابل ذکر دانسته که امارت اسلامی افغانستان کدام تعهدی که با جامعه جهانی کرده، با همسایه کرده که از خاک افغانستان از علی کسی استفاده نمیشه، عملا در چند سال ثابت شد و تا به حال کسی مدرک را نداره که از افغانستان کسی متضرر شده باشه. جهت هایی که داخل بوده در سالهای او در اوایل امارت بعد از فتح همیشون از بین رفته شده، هم از داعش بوده یا هر جهتی شر فساد و گروه های فتنه انگیزی که مسلح باشه و امنی کشور را متضرر میکردن همیشون از بین رفته. ما در سالهای دومی بعد از فتح بسیار موارد کمی داشتیم، سوم بسیار کوچک بود که در این سال شما شاهد هستین که در مسلسل سال گذشته ما بسیار موارد خرد و کوچک بوده که اصلا ملموس نبوده، یعنی آمارهای امنیتی سال گذشته الحمدلله نداریم. امارت اسلامی افغانستان به همه جهت ها خاصتا کشورهای همسایه میخواد که یک دیپلماسی خوبی را به کار بیاره که به دو جهت، به ملت های دو جهت خیلی مثبت تمام شود، ولی متاسفانه جهت مقابل شما میبینین که همیشه گفتگوهای های خیلی مغرض و خلاف منافع دو کشور گفته میشه که حتی خود شهروندای و کشور، سیاسیونی و کشور، بزرگای و کشور راضی به اون نبوده و این را یک پروژه میدانن. ما باز هم از اینجا صدا میکنیم که امارت اسلامی افغانستان روند دیپلماسی خوبی را میخواد که در همه عرصه به کار بیاره. البته شرایط اگر مساعد نشود ما حق دفاع را هم داریم که در همه شرایط از خاک خود، از ملت خود، از ارزش ها و منافع خود دفاع کنیم و به هیچ صورت امارت الحمدلله یک سیاست خوبی داره که هم حر و مستقل و آزاد است که به هیچ صورت به هیچ کسی اجازه نمیده که در امور داخلی کشور مداخله صورت بگیره و هم به کسی اجازه را به هیچ نوع نمیدهد که مداخله کنند و در صورت تعرض طبعا دیگه ما حق دفاع را داریم. ولی ما خواهش میکنیم از او جهت ها که امروز منطقه امن است الحمدلله و این از تلاش یک ایده که صادقانه در قسمت تلاش کردن که میخوان منطقه به امن باشه، امارت اسلامی افغانستان رسالت خود را به بهترین شکل ممکن ادا کرده که در قسمت امنیت منطقه و آسیا. البته جهتی که شما یاد کردین کشور پاکستان همیشه کردارهای از او یا هم بعضی رویدادهای امنیتی که در سطح آسیا واقع شد طبعا اتباع او کشور داخل بوده، یک چیزی رمزی داشته یا یک ربطی به او کشور داشته. ما خواهش میکنیم که اونا توجه به و تمرکز به امور داخلی و مشکلات های داخلیشان بکنن، دیگه حق ندارن به امور کسی دخالت بکنن و ما کوشش ما است که بسازیم امرایشان، چون شرایط همی است که ما از این وقت خوب استفاده کنیم. باید دو ملت مسلمان با هم وصل باشن. ما مشترکات زیادی با او کشور داریم، ولی زمانی که یک ایده که به نام استبلشمنت یا هم گروه حاکم رژیم نظامی که اونجا خیلی تسلط دارن همیشه خلاف منافع او کشور، خلاف پالیسی کشور، چون اینا همیشه از بیرون فرمان میگیرن یا طبق پالیسی های بیرون کار میکنن. ملت هایشان هم امروز ناراض است، ولی در صورت از که خدای نخواسته اونا دست به تعرض بندازه طبعا ما دفاع بسیار قوی و انشالله دندان شکن برشان خواهیم داد. مسائل امنیتی مخصوصا موضوع اسلحه و تجهیزات نظامی که از گروه اشغالگر و ما به طور غنیمت مانده، این از منافع امنیتی کشور است. برای این موضوع سخنرانی و صحبت‌های موقف امارت مخصوصا جناب مجاهد صاحب به شما شنیده شده که این از منافع امنیتی ما است، منافع کشور است و به هر صورت از اینا محافظت میکنیم. هم اکنون هم داخل افغانستان به طور ضرورت ارگان‌های امنیتی از او استفاده میکنه و هم ارزیابی شده که فراتر از ضرورتشان اونا جمع‌آوری شده، دیپو شده. مطابق همه تجهیزات، همه وسایل نظامی، همه وسایل محفوظ است، دیپو است. امارت اسلامی جناب علی قدر امیر المؤمنین
بودن جناب شیخ صاحب حفظه الله یک اداره مستقل ثبت بیت المال به موظف ساخته که از همه ارگان ها آمار و ارقام را گرفته و طبق نیازمندی ها برای اونا سپرده که از اونا استفاده کنه. مطابقی در بیت المال امارت ثبت است و به هیچ صورت به هیچ کسی ما اجازه را نمیدهیم که از استفاده کنه. البته این نگرانی که شده در روزهای اولی بعضی عده از افراد مخلص که مانده بودن اینجا یا دسترسی برشان داشتن شاید از این سوء استفاده کرده باشند در کشورها انتقال، ولی بعد از اینکه همزمان امارت اسلامی افغانستان از روز اولش ما اطمینان داده میتونیم که ما به سرحدات خود کنترل داشتیم، اجازه ندادیم دیگه. در یک چند روزی که خراب بوده طبعا اینجا سوء استفاده شده، ولی امروز این نگرانی به هیچ کسی نباشه چون منافع ماست. ما به هیچ صورت او را اجازه نمیدیم که به دست کسی بیفته و از منافع کشور است، از ارزش‌های کشور است. موضوع کاملا پاسداری و حفاظت میکنیم. وزارت امور داخله ماشاءالله که خیلی پالیسی وار، استراتژی وار و مسلکی در این بخش‌ها پیش رفته. ما پالیسی و استراتژی دراز مدت 4 ساله داشتیم که مکنون سال اخیرش از رو به اتمام است. در این پالیسی همه بخش‌های امنیتی جنایی و همه امورات حکومتداری محلی، محافظت از پروژه‌های عامل منفعه و پروژه‌های بین المللی و سایر بخش‌های مواد مخدر و امنیتی و جنایی، مخصوصا بخش امنیت خیلی سرش تمرکز بود که جرایم در او نقش اول را داره. در قسمت مهار جرایم امارت اسلامی افغانستان وزارت امور داخله خیلی تلاش کرده. امسال ما خیلی دستاوردهای مبرمی داریم. یکی که ارگانهای پلیس یا هم قطعات جزداما، مخصوصا پلیس کشفی ما، کشفیاتشان خیلی بالا رفته. کشفیات تنها چیزی است که میتونه مهار جرایم را بکنه، یعنی قبل از وقوع بعضی حوادث امنیتی و جنایی اینا میتونن که کشف کنن و موضوع را خنثی و مهار کنن. یک نکته بسیار خوبی بود. فراتر از او شما دیدین که ما کامرای امنیتی هم نصب کردیم که در سرتاسر کشور این هم نقش بسیار خوبی داشته. قبل از وقوع بعضی حوادث ما جلوگیری میکنیم. و سومی که گزمای سیار هم داشتیم. فراتر از او نقطه‌ای که بسیار اساسی در قسمت جرایم تمام شده او همکاری ملت عزیز افغانستان بوده که با ما همیشه وقت در همه افغانستان، سرتاسر افغانستان ما شورای مردمی داریم، هماهنگی بین مردم داریم که اکثرا از قضای امنیتی و جنایی، امنیتی خو الحمدلله نیست به صفر رسیده. شما میبینید که قبلا هم گفتم که در سال گذشته ما بسیار واقعات کوچکی که قابل ذکر نیست، واقعات بزرگ امنیتی در سرتاسر افغانستان در سال گذشته الحمدلله نداشتیم که یک دستاورد بسیار بزرگی و یک نوید خوبی برای افغانان بوده که در تاریخ افغانستان شاید رقم نباشه که در یک سال بگذره و واقعی کلان امنیتی رخ ندهد. جرایم هم گفتم که تقریبا خیلی مهار شده نسبت به سال گذشته در حدود 80%. یعنی ما هر سال میتونیم ارزیابی کنیم. سال گذشته هم تقریبا در حدود 60% از نسبت به سال، هر سال به سال نسبت ها را مساوی میکنیم که تفاوت پیدا کرده. یعنی به طور عموم گفته میتونیم که خیلی آمار ارقام جرایم کم رسیده، ولی باز هم هست مشکلاتی در افغانستان، مشکلات اخلاقی و حقوقی زیاد هست که 20 سال حل نشده. فراتر از موضوعات اقتصادی هم دامنگیری موضوعات ها میشه. جرایم یک چیزی هست اینطور نیست که به صفر مکمل رسیده باشه، ولی نسبت به قبل و از اون نسبت، یعنی چقدر مقایسه به قبل بکنیم، اگر با اداره جمهوریت مقایسه کنیم شاید 25-30 هزار تفاوت بر سال بیه. یعنی عالی شاید یکی از 10% از اون هم نشود. یعنی یک بسیار نوید خوب است که جرایم تا یک حد کنترل شده، ولی باز هم متاسفانه که بعضی جرایم واقع میشه. ما در قسمت جلوگیری و مهارش هم از همکاری ملت خیلی همکاری خواستیم و میکنن و هم بخشای تکنیکی ما در قسمت استفاده میکنیم. کشفی ما خیلی فعال هستند که مهار جرایم را کنند. دستاورد بسیار خوبی در قسمت مبارزه با مواد مخدر داشتیم. بعد از تامین امنیت که یک دستاورد بسیار بزرگی بود که ما در سال گذشته حتی یک آماری بزرگ هم نداریم، حتی یک دانه. بعد از امنیت بزرگترین دستاورد ما که به سطح نظام است و موضوع مواد مخدر است که الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و سال به سال چقدر مبارزه صورت گرفته، چقدر آمار و ارقامش پایین آمده، معتادین الحمدلله مشکلات و مزایاشون حل شده. باز این وقت موینیت موضوع گداها و
سوالگرا یا تگدی هایی که مسلکی یا حرفوی یا هم مستحق هستند سر از اون کار کرده. در عموم مواد مخدر الحمدلله سال گذشته بسیار دستاوردهای خوبی داشتیم، با وجودی که بعضی کشورها نگرانی های خود را اظهار کردند که غیر واقع بینانه بود، ولی شما اخیراً اعتراف دفتر مرکزی ملل متحد در قسمت مبارزه با مواد مخدر و جرایم اعتراف کردند که مواد مخدر در افغانستان 95% کاهش پیدا کرده. این یک اعتراف بسیار خوبی بوده، با وجودی که ما با اعتراف مشکل داریم. مشکل ما است که زمانی که اینا کدام عکسی که از فضا میگیرن از بخشای مزاری کوکنار، قبل از اینکه ما عملیات کنیم، مثلا در یک حدی میرسه که ما باید تو را تخمین کردیم که در این حد رسید باید عملیات کنیم. اینا قبل از اینکه ما عملیات کنیم اکثر از فضا گرفتن، باز 95 شده، در حالی که ما فکر میکنم واقعیت از این بالاتر است، شاید 98 و 9 باشه. 1% طبعا مشکلات ها هست، این را باید آدم اعتراف کنه. مواد مخدر امروز امارت اسلامی افغانستان با قاطعیت و درایتی که کرده یا بسیار حکیمانه مبارزه کرده، مبارزه با مواد مخدر. شما شاهد بودین که چند وقت قبل ما 200,000 کیلو مواد مخدر یا 200 تن مواد مخدر را در خود کابل اینجا حریق کردیم و روبروی هیئت از بین بردیم. این خودش نشانگری از است که مواد مخدر به صفر رسیده. البته یک چیزی که نگرانی در قسمت از شهروندان هم زیاد شده و واقعیت هم نسبتا هست، و است که اقسام مدرن مواد مخدر مثل تابلتکا، مفتامین یا سایر اقسامی که شما زیکاپ و غیره میدانین، این نسبتا یک چیزی هست که ما نتونستیم را که به صفر برسانیم، به خاطری که کشورهای همسایه هم قاچاق میشه. حتی آمارایی داریم که کشورهای اروپایی هم اقسام مدرن اینجا در افغانستان جور نمیشه. ما در سال گذشته تنها فقط 6 فابریکه تابلتکار از بین بردیم که دیگه اقسام مدرن نداشتیم. سال گذشته در حدود تقریبا 40,000 عملیات ها در قسمت مبارزه با مواد مخدر پلیس مبارزه با مواد مخدر اجرا کرده که در این جمله تقریبا در حدود 477 فابریکای تولید و پروسس مواد مخدر از بین رفته که در او 30 دانه تقریبا از مشروبات الکلی بوده و 9 دانه از تابلتکا بوده که کلش از بین رفته شده. در حدود 35,000 معتادین جمع‌آوری شده که اکثرشان صحتیاب هم شدن در مراکز صحی ما سپس برگشتن به خانوادهشان. و موضوع گداها هم قابل ذکر میدانم که در حدود 35,000 گداها در این عرصه گرفتار شده که اکثر از یا حرفه‌ای بوده و تعدادی کمشان مستحق بوده که به اونا داده میشه. در قسمت مظنونین 12,500 مظنون در این عملیات ها مجموعاً به دست پلیس آمده که به مراجع عدلی و قضایی اونا سپرده شده و همچنان تقریبا 23,500 تن مواد مخدر از بین برده شده. مزاری کوکنار هم در حدود 19,500 هکتار زمین در سرتاسر افغانستان از مزاری کوکنار پاکسازی شده. مجموعاً که شما در جریان هستید که مواد مخدر در سرتاسر افغانستان طبق اعتراف دفتر ملل متحد در قسمت مبارزه با مواد مخدر 95% کاهش یافته. البته جزئی نگرانی هست که اقسام مدرن مواد مخدر در افغانستان استفاده میشه. این متاسفانه به نتیجه قاچاقی که از کشورهای همسایه و منطقه میشه. حتی ما آمارایی داریم که از کشورهای اروپایی و کشورهای دورتر هم قاچاق میشه، ولی را اطمینان میدیم که داخل افغانستان به اجازه را به کسی داده نشده که اونا فابریکای تولید و پروسس اقسام مدرن مواد مخدر داشته باشه. فقط اقسام سنتی بوده که کلشان کنترل شده و ما از در قسمت سرحدات هم خیلی یک پالیسی خوبی ساخته شده، یک طرز عمل که چه رقم اینا مهار شود. پلیس سرحدی در همه میادین هوایی بین‌المللی و سایر گمرکات و راههای زمینی که هست در همه بخشا تلاش میکنن در همانگی وزارت دفاع که کل سرحدات در دست اونا هست. اونا هم یک همانگی داریم، یک طرز عمل ساخته شده که انشاءالله در قسمت ما خیلی کار کردیم، ولی در کل نمیشه که به صفر رسید. یک چیزی هست ولی ما مبارزه خوبی کردیم الحمدلله. وزارت امور داخله یک طرز عمل بسیار بزرگی به سطح چند وزارت و باز به سطح کابینه مطرح شد. اونجا وزارت های ضد داخل الله هدایت داده شد. تقریبا از این روند خیلی مدت میگذره، ولی ما در قسمت عملی سازی از او کار کردیم. شما اقدامات اخیر وزارت داخله و هدایتی که به
پلیس ترافیک و مسئولین اجرایی پلیس داده شده که مثلا وسایطی که فاقد اسناد هستند، مشکلات قانونی دارن، کلشان را الحمدلله شما دیدین که ما در عرصه کمی چند هزار وسایط که خلاف اصول بوده یا هم فاقد اسناد بوده کلشان کشف و ضبط شده. اونا شرک پلیس اونجا محفوظ است، تا زمانی که اونا قانونی نشه و اجازه برشان داده نمیشه. اقدامات اخیر ما خیلی خوب بوده و این باعث شده که آمار ترافیک یک چیزی کم شود، ولی مجموعاً آمار ترافیک یک چیزی هست که در قسمت وزارت ضد داخل هم همکاری داره. ما هم تلاش کردیم و یک بودجه بسیار فوق العاده و اختصاصی را در قسمت تعیین کردیم که در قسمت استفاده میشه و در ضمن عملی میشه با همکاری وزارت ضد داخل. شهروندان هم کوشش کنند که اصول و مقررات ترافیک را در نظر بگیرند تا اینکه زندگی خود و خانواده و مسلمان ها و افغان ها را در حفظ خود داشته باشند. متاسفانه که مشکلات ها هست، ولی در قسمت مهارش هم ما خیلی دست به کار شدیم و اقدامات اخیر ما هم نشانگر ازی بوده که ما جدی هستیم. مسئله پاسپورت الحمدلله شما دیدین که حل شد، ولی فقط یک مشکل ترافیک آمده. در قسمت آمادگی ها هم داریم، بودجه هم اختصاص داده شده، کار هم شده، نتیجه هم شما دیدین که آمار کم آمده و در نهایت ان شاء الله به صفر میرسه.